گذشته خودتون افتخار کنید، به هویت خودتون افتخار کنید، اینو فریاد بزنید، اجازه ندید کسی به سمت این خیز برداره، کسی به سمت این خیز برداره، ندید کسی به سمت این خیز برداره. در زمان مسیحیت، زمانی که والریانوس حمله کرد تا مسیحیت رو قلع و قم کنه، نابود کنه، امپراتور رومی، پادشاه ایرانی شاپور حمله میکنه، بین راه او رو میگیره، سپاهشو شکست میده، به اسارت میگیرش میارش تو ایران و در نقش رستم اینو به تصویر کشیده شده. تعظیم پادشاه روم در مقابل پادشاه ایران. و اگر هر جای دیگه دنیا بود، تک تک دانش آموزا رو میبردن اونجا رو نشون میدادن. بچه ما اینو نشنیده، تو کتابش میاد و نمیدونم فیلمش ساخته بشه، کارتونش ساخته بشه، پیشکش از رهبر انقلابم تاکید داره. بعد انتظار دارین جوان جذب در غرب نشه. در زمان یهودیان این ایرانی ها هستن که یهودیت رو نجات میدن. این جغرافیای دینی اصلا میشه. شما چینی ها که بودایی شدن به واسطه ایرانی شدن. یک پادشاه ایرانی بود به اسم ارش، اینو به عنوان سفیر فرستادن در چین، بودیسم رو برد چین. شما الان میرید دایره مال فنلاندیا رو میخونید، نوشته فینلند یعنی سرزمین فین ها. وقتی نگاه میکنی نوشتن ما ایرانی. ایرلند سرزمین آریایی ها. اینا کوچ کردن رفتن، اخراجی های فلات ایران بود. اون زمانی که این احمق ها فکر میکنن زمین تخته، دانشمندان ایرانی شعاع کره زمین رو حساب میکردن. برید این ابو ریحان بیرونی ما کی محاسبه کرد. تمدن از اینجا رفته، فهم از اینجا رفته، جهان بینیتون بعد از اینجا میگرفت. این جغرافیای عجیبی بوده. این جغرافیای از قضا دینی است. میدونید یکی از فرضیه ها در مورد حضرت زرتشت اینی که حضرت زرتشت همان حضرت ابراهیم است. قرآنی که اسم هیچی رو نمیاره، به سختی اسم کسی رو میبره، برای ما قصد داره تأکید کنه که کسی که حضرت ابراهیم بزرگ کرد پدر یا عموی ایشون بود، اسمش آذر بوده. و اذ قال ابراهیم لابیه آذر. آذر فقط تو زبان ما و تو فرهنگ ما معنا داره، جای دیگه هیچ معنی نداره. آذر یعنی آتش. آذر پادگان، محل نگهبانی آتش. آذر پشت، زر پشت یا زرتشت یعنی اون کسی که از پشت آذره، فرزند آذر. یا نه اسمی که برای براهم میگن، یا همون پرهامی که ما تو فارسی استفاده میکنیم، یا همسر ایشون سارا یا ساره اسم فارسیه. این که حالا من در این که حضرت ابراهیم مال ناحیه زاگرس بوده بنده تردید ندارم، یقینه بر من. زر پوشت ره، از پشت زر و زر پوست ره، پسر زر آذر. و از آنجا که حضرت ابراهیم از این ناحیه کوچ کرد رفت، زرتشت هم تو ماجرای ما یهویی گم میشه. خیلی شخصیت عجیب و گم و این که تو تاریخ نمیتونی بگردی پیداش بکنی. این داستان سیاوشونی که ما ایرانی ها داریم که میگه برای اینکه اثبات کنن پاکه یا نه انداختنش تو آتیش، این برگرفته از همین داستان به آتش انداختن حضرت ابراهیم. اصلا برای همین ایرانی ها آتش رو پاک کننده میدونستن، آتش محترم شد براشون، از همین جاها شروع شده.
ایران اونجایی که هفت‌خان رستم هم داره برای شما میگه دنبال حکمته، دنبال یه چیزی درس به تو یاد بده. و جغرافیای جهان، شرق و غرب جهان رو ایران رو هم وصل میکنه. زیرش دریاست، بالاش هم دریا، بعدش هم قطب. رفت آمد سخته. و اینکه محل رفت آمد بود محل تضارب عقاید شد. انواع اقسام ادیان و گروه ها و نهله ها اومدن اینجا، همه رو دیده و قابلیت و قدرت پذیرش و دریافت. سلمانی که شما نمیدونید، سلمان رفت مسیحیت رو خوند، اسقف شد، آیت اللهشون شد. یهودیت رو جوری تخصص پیدا کرد در حد یک خاخام. اسیر شده بود، وقت آزاد شد تا پیامبر رو دید شناخت. گفت هم ما نبیگری رو میدونست، مزدکیرها رو میدونست، که تمام این ادیان رو رفته بود داشته بود. آدم حکیم بود، دنیا دیده بود. ما ایرانی ها گمگشته خودمون رو در امیرالمومنین پیدا کردیم و اولادش. ما علیجو بودیم، هی داشتیم میگشتیم این ور دنیا. در امیرالمومنین، در وجود نازنینش رو یافتیم. در سپاه مختار همین قصه بود که ایرانی ها به انتقام ابا عبدالله بلند شد. یعنی ایرانی ها عدل امیرالمومنین دیده بودن، شیرینی و عدالت زیر زبانشون کشیده. اصلا خوبه بدونید یکی از ایراداتی که آقایان به امیرالمومنین وارد میکردن، میگفتن چرا انقدر این ایرانی‌ها دورتن. شاه عباس ما وقتی نامه مینوشت به سلطان عثمانی، زیرش مینوشت کلب آستان علی ابن ابی طالب عباس. و من سگ در خونه امیرالمومنینم. شما در کتاب بایبل، در کتاب مقدس هم نگاه بکنی باز نقش داره. ایلام از ایران به عنوان ایلام یاد کردن با عین. و مرکز تمدن هم همینجا بود، یعنی از جنوب غرب ایران پخش شدن رفتن. اینو یافته های ژنتیکی هم تایید میکنن. ریشه ها اینجا بود. غیرت مال این سرزمین بود، ناموس پرستی مال این سرزمین بود، اخلاق مال این سرزمین بود، مردونگی مال این سرزمین بود. نامردی قبیح بوده از قدیم در بین ما، ناموس دزدی قبیح بوده، پدر سوختگی قبیح بوده. میگم آنچه که ما تو فطرتمون داشتیم در تشیع دیدیم، نمونه اعلاشو دیدیم، عاشقانه به سمتش رفتیم. وقتی پیامبر این آیه نازل شد، من یرتد منکم من دینه، اگر از دینتون برگردی فسوف، در آینده دور خدا قومی رو میاره یحبهم و یحبونه، خدا عاشق ایناست، اینا عاشق خدان. در مقابل کفار عزیز و شکست ناپذیر، در مقابل مؤمنین فروتن، ذلتن علی المؤمنین. یجاهدون فی سبیل الله، جهاد میکنن در راه خدا. بیاید ببینید. ولا یخافون لومة لائم، از سرزنش و کنایه و فحش و تمسخرم کوتاه نمیان، نمیترسن، باکی ندارن. سوال شد یا رسول الله کیان؟ نبی همین صحابه دور پیامبر گرفتن. آقا از ماییم، از عشیره ما، از بنی فلانه. ازش یه پیرمرد اون بغل نشسته بود، زد به شانش فرمود هادا و زبور، جمع کنید با این و قومش بیدیم سلمان. و آخرین منهم لما یلحقوا بهم، سوره جمعه دوباره نازل شد، باز پیامبر زد به ران پای سلمان فرمود من هذا، از این میان که به من ملحق میشن با فاصله. شیعه و سنی نقشن اگه دانش و ایمان در ثریا باشه، مردمانی از این سرزمین رو به زیر میکشن. جغرافیای ایران تمدن
اجازه ندیم دشمن این خصلت‌ها رو در ما بکشه. این اون چیزی که باید با چنگ و دندون حفظ کنیم. روز تمام توان اومده اینا رو بگیرن از ما. به گذشته خودتون افتخار کنید، به هویت خودتون افتخار کنید، اینو فریاد بزنید، اجازه ندید کسی به سمت این خیز برداره. ایران در تارک آسمان خواهد درخشید. اینو خواهید دید انشاءالله.